خب ضمن خوش آمد و خیر مقدم مجدد شما. اینجا مسجد جامع اهل سنت بندرعباس، همونطور که خدمتتون مسجد گلدری توضیح دادم. توی ورود به مسجدها اهل سنت بحث خونه‌شون و به اصطلاح چیز جدا هستش. این بخشش که بهش اهمیت خاصی میدن، توی پاشویه‌شون و نمیدونم همه چیز ترتمیز و مرتب هستش. سرویس‌های بهداشتیشون هم اگه برید نگاه کنید چک بکنید، مثلا هواپیمای ترتمیز و مرتب که باید النظافت من الایمان رعایت بشه و بعد برید. حالا می‌خواد ببینید نگاه کن بعد بریم. آقا اینجا همونطور که گفت حمام و دستشویی اهل سنته که با یک کلوب استخرم میاد. گواهی میدم که محبودی بدم ججاره. آقا تا اینجا اگه ویدیو رو دیدین خوشتون اومد یه سابسکرایب ما رو مهمون کنید. مرسی، دمت میگم. من خرزور بشم هم جرابم خیس شد. بعد چی میخواستم بگم؟ بابت کیفیت صدا هم عذرخواهی میکنم. حالا بعد بود میکروفون و همه اینا جا گذاشتم توی هتل. رفتم کتابخونه. جدا خوشحالم تو اون قسمت اتوبوس نشستم. میارزید. خب اینجا مسجد دلگشای بندرعباس هستش با قدمت 15 سال. اما تشریف بیارید این اینجا مسجد جامع اهل سنت بندرعباس هستش. یعنی مسجد جامع دلگشا که میگن، این مسجد جامع اهل سنت الان شده. این قسمت قدیمیه که قسمت 265 سال قدمت داره که این قبل از این مسجد ستونش تا اینجا بوده و اون برم تا اون قسمت امتداد داشته که متاسفانه تو اثر مرور 3 بار بازسازی قرار گرفته و در این بازسازی ها خب به اصطلاح چیزش کردن و اینا کوچیکش کردن. این به عنوان نمادین 12 تا ستون رو حفظ کردن. عرضم به حضور شما آخرین بار حدود 15 سال پیش هیئت امنای مسجد تصمیم گرفتن که مسجد توسعهش بدن. آمدن به یه سری شرکت ها اینها گفتن که آقا ما میخوایم اینجا رو توسعهش بدیم، بیاین طرح بزنیم ببینیم کی قراره چیز میکنه. یه عده جوان خوشتیپ تر از شما اومدند و زحمت کشیدن، طرحی رو تو کامپیوتر اتوکد زدند و همه نگاه کردن و به به چه طرح قشنگی، خیلی زیباست، خودتون اجراش میکنید. اومدن اجرا کنن. توی اجرا دیدی که توی این ستون‌ها که بتون میخوان بزنن یه پلیتایی به اصطلاح هستش که توش پشتش بتون میریزن و اینها اومدن به اصطلاح اینو به اصطلاح کاور کردن و اینها خواستن اون چیزو بکنن، به پلیت و اینا رو چیز بکنن، اونو تو محاسباتش وقتی که بستن اینا بتون کردن. بعد این در نمیاد، چیکار کنیم؟ گفتن که یه معمار دلخوشتر از من اومد گفت حدود یه 30 سال 20 سال اون بالاش بتراشید تا به اصطلاح این قالبتون زیر مشکلش حل بشه. که آقا تراشیدن، قالبشون گذاشتن، کارشون انجام داد، تموم شد. وقتی که درش آوردن برج پیزا ایتالیا که دیدید که اینا هم وقتی که درش آوردن اومدن اینجا برای ما برج پیزا درست کردن. نگاه کنید ای بابا کم شده به این طرف و این در چیز اومدن. من اینو چطوری تو ویدیو بذارم؟ چی بگم؟ والا هیچی نمیشه گفت. اینو بگم این شاهکار معماری رو که فقط اصلا هیچی که اصلا با توجه به این که چیز داشتن اینها به اصطلاح کامپیوتر و ژلاتین داشتن و می توانستن حتی اون چیزا رو دندون کنگره ها رو قالب بگیرن و در این قسمتات فرو ریخته بود اینها رو بازسازی کنن که متاسفانه حتی اینها هم این کار رو نکردن و اومدن با قاشق اومدن ماسمالیش کردن اون قسمت آخرش رو و اینجا جوش
رفتن کارش چیز کرد. دیگه این که این چیز 265 ساله که گفتم از روی این قالبای مسجد گله‌داری رو طرحش رو کپی کردن به اونجا استفاده کردن. اون به اصطلاح توی کاروانسرا هم که نشونتون دادم که این چیزای دم ماهی رو نگاه کنید که مال اون دوره 265 سال ما قبله که همین دور ستونه که تو مسجد گله‌داری هم اینها بود. دیگه موردی که خدمتتون باید عرض کنم اینی که اینو الان به عنوان شاهد نمونه برای ما نگه داشتن، ولی این مسجد گنجشی 6000 نفر نمازگزار در روزهای جمعه داره که در مراسم اینا که تمام تو حیاط و اینها طبقه بالاش و اینها چیز میکنن پر میشه. این مسجد درهاشو در بر گرفته از کپی گرفتن از مسجد گله‌داری که درهاشو اونجا رو به این شکل درست کرده بود. گله‌داری داده بود که به این شکل درست کرده بود که 19 تا در رو خدمتتون عرض کرده بودن متقارن همدیگه بودن، طوری که موقع که برق نبود اون موقع درها رو باز می‌کردن، ضمن اینکه نور مسجد تامین می‌شد به اصطلاح خنکی مسجد هم تامین می‌شد. اینجا هم اومدن این درها رو از در به اونجا چیز کردن، متقارن هم درست کردن شمال جنوبی که موقع که چیز میشه برق نیست باز می‌کنن که اون جریان کوران هوا باعث خنکی اینجا بشه. دیگه اینکه تو اسلام ارج قرب خاصی رو برای بانوان در نظر گرفته شده که حالا برعکس خیلی چیزا که تو جامعه چیز هستش، خانم ها رو سر آقایون جا دارن تو اسلام. به همین خاطر تو مساجد نگاه میکنید اینجا هم اومده این کار رو رعایت کرده. اون قسمت بالا رو گفتن خانم ها نیاز نیستش که توی مسجد حضور داشته باشن برای نمازها، چون برای اینکه فرهنگسازی، بچه‌داری و خونه‌داری و همه مشکلات دستشونه لازم نیست بیان مسجد، ولی اگر دوست داشتن بیان رو مسجد و به جماعت نماز بخوان و یا اینچه تو عبادت داشته باشن رو سر آقایون جا دارن. به همین خاطر قسمت بالا رو تو مسجد اختصاص دادن برای خانم ها که اگر دوست داشتن بیان برن اون بالا رو سر آقایون نماز بگذارن. دیگه این که یه چیز باور چیزم هستش توی جامعه که میگن که بعضی ها فکر میکنن متاسفانه که اهل سنت با اهل تشیع مشکل دارند یا برعکس که حرفای نازیبایی گفته میشه. اینو باید عرض کنم خدمتتون که امام علی هیچ مشکلی با امام علی و چیزا ندارن اهل سنت که جز یکی از خلفای راشدین. نتیجه اینه که اون که نگاه کنید 4 شعر در وصف خلفای راشدین نوشته شده که نگاه کنید اولش از صدیق است اسرار صداقت، فاروق است اسرار عدالت، نور فیض رحمت که در مورد حضرت عثمان که هم زنبار علی حب ولایت که این نوشته شده که یعنی خلفای راشدین با هم هیچ مشکلی نداشتن و اهل سنت هیچ فرقی براشون بین حضرت علی و ابوبکر و عمر و عثمان نمیکنه. دیگه این که عرضم بزرگ شما مسجد شیخ لطف الله اصفهان حتما تشریف بردید و دیدید. متاسفم نرفتی اونجا رو؟ فکر نکنم. خب حالا بس بهت میگم اینجا رو نشونهشو ببین تا بعد. ما این قسمت محراب مسجد رو در بر گرفته از مسجد شیخ لطف الله اصفهان درست شده که اون اوسا و اینها و کاشیکاریش و اینها از اون در الهام گرفتن و اونو اینجا برای ما بازسازی کردن که اینو بحثاً دوستانی که میان و میبینن که هم معماری جدید اصفهان رو داریم اینجا، هم برج پیزا ایتالیا رو داریم. برج پیزا خیلی متاسفانه اینو مجبورم ترجمه نکنم، دوبله نکنم. دستتون روغنی نشه ببخشید. ده کداش خوشمزه. بله مخصوصا شما ترکا که میگن این ماهی براتون دلچسبه چون برای در شما اینا نیستیم. 18 درجه زیر صفر. کدوم شهر اومدی شما؟ زنجان. اینجا زنجانی هم دکتر. نه مثلا نه برای bizim əməlimiz artan. فیلم در جو. عجب. اومده اتفاقی برای همشهری هیچی دیگه ما گفتیم زنجان و ما مشکل داریم. Zəncan özündəndir. بله من الان biraz من نجور میشم برا. من تقریبا یک شنبه geldim yol bağlıydı da o موقع. Bir tane fakat otobüs geldi Tehran'a, elə mən ondan geldim. Bu kimə gəldi? Cuma siz yəni tez gelmişsiniz. سوال gözüm açıq. Bəli, bəli.
این نگاه کن الان نور انداختم این ماهیشون ماهی شیره. اینجا ماهی رو میخری و تازه اسلایس میکنن و این تو این دکه که پشت سرت هست و یا رستوران‌های دیگه اینا رو به صورت تو روغن جداگانه ساختن و میشینه دل سیر ماهی یا میگو رو. یعنی ایران جای کوچیکه، ایران جای کوچیکه واقعا. یعنی اومدیم بیرون بازار میوه، بازار ماهی فروشا، من میوه فروشا، آره ماهی فروشا اومدیم. خیلی رندوم خواستیم فیلم بگیریم از غذا خوردن 4 نفر همشهری من در اومدن و یه خورده ادامه دادیم، فهمیدیم که یه خورده دیگه ادامه دادیم فامیل بودیم. آره. و واقعا اصلا خیلی واقعا من سورپرایز شدم، مثلا فکر نمی‌کردم اصلا واقعا جا خوردم. من مدت کارم با تو بحث گردشگری اولین بار یه گروه آوردم در یه جای خیلی گنگ اینجوری آشنا در اومد. یعنی واقعا آقا این ماهی‌ها رو ببین، هم آدم به آدم میرسه هم کوه به کوه. آره کوه به کوه نمیشه، آدم به آدم میرسه. کوه به کوه رسیدن احتمالش. آقا اینجا این ماهی‌های گوشتی اینجاست که طالب خود بندری‌ها زیاد می‌خورن، غیر بومی‌ها کمتر. تون ماهی میشه اینه؟ تون ماهی اینه، ماهی حبور دیگه، درسته؟ اون گوتی اینا حبور دیگه. ببین اینا همون با قول چیزه ولی فقط گوشتش یه مقدار قرمزی میزنه. همین اینه، این قرمزی بودنشو غیر بومی‌ها معمولا نمیپسندن ولی کن بسیار گوشت خوشمزه‌ای داره و تو تون ماهی که همه میخورن، یعنی اونایی که نمیدونن چیه تو تون ماهی میخورن ولی اینطوریشو نمیخورن. اینو چنده الان؟ 250 اوکی. خب اینم انواع تنوع ماهی رو میتونید ببینید. خوشحاله ماهی چیه؟ قبا سفیده، آخری شب قبا سفیده. قبا سفیده؟ 6 تا برده ببین. تنوع میگو، اینا انواع میگوهاش هم اینا که میگو پاک کرده که چنده؟ 860 آخری دیگه تو خیلی دیگه که تخفیف دادنی دیگه تو برشکست همی خود 10 تومن. نه بابا به ماهی و نه از شما نگیرم. به تو چه بکن؟ میگو اگه داریم ببره سوقات نشون میگو چه؟ ایشو نخواهده نادونه. اینا میگوهای مختلفه که اینا چی میگه اگه این میگه جاست، میگه موبایل ایشو مال توره دیگه، درسته؟ بله. همشو؟ این جله همین مال مشتاق. اینا که این مال مدن خودمونه، اینا از طرف اون طرف جاست مشابهار اینا میارن. بله. ایشو چه؟ ایشو کیلو چنده؟ ایشو 330. ایشو چه؟ 420. یعنی 840 تو پاکت. 860 به تو 850. من که بخوام بگیرم 820 بهت پول نمیدم، ولی باشه بیا پس. سلامت باش. ببین اینا این کوسن درسته؟ نه نایت زمین شگر نایت چیز مثل چمن نه کوکو مثل کفشک همونه حالا کفشک اینا مایه خونه کفشک گوشی سفیده خارم اینه یه مورا بسن ولی همون یه مورا هم خارای چیزیشه نه تو کفشک هیچی های خوب این خار نداره؟ نه این اصلا هیچ جالبه. این هم ماهی مرکب یا اختاپوس. اشباهه؟ آره. این اشباهه؟ آره یا کن این هم پاهاشه تمام تشکیلات رو داره. یا آن کلشه یاره کلشه دیگه با کامرشه. من اصلا اینو بگیرم عجب. این همشو چشمشو بیا دست بزن طورش نیست. هشت باشه را اینجوریه چیز نه چرا سفته نرم نه این یه دونه استخون داره اینور فقط کمرشه.
این چیز دفاعی، سیستم دفاعیش جوهر و مرکبیه که تو دریا وقتی برو چیز میگه اون جوهر رو پخش میکنه ناپدید میشه. و اینا هم که میشه چه اگم به کلمو خوبی آسانمون سلامتی. اینا که بچه هاشن حالا به اینا همون از همین یه خواهد دادی اینم بزرگترش ها. چیه؟ این بزرگتر اون اختاپوس هست. من فکر نمی کردم اصلا استخون داشته باشه. نه استخون، ببین یه استخون نمیشه گفت، یه حالتی مثل فوم میمونه، فوم فشرده. اینا چی هم؟ این صدف همون صدف چیست؟ خب تو اینا مروارید میشه؟ نه مروارید فرق، اینا خوراکیه. اینا خوراکیه. کیلو چنده صدف؟ اینا خرچنگه؟ بله. صدف چنده؟ خرچنگ چنده؟ ها؟ 150. این خرچنگه. همون سالم نیست. سالمش اینا. از اونا پاهاشم شکسته. اینا میدونی چیه؟ جریانشه اینا خیلی کم سالم در میاد به دلیل اینکه ببین یعنی دست پاهاش اینا همش کامل. اینا تو تور میگیرن، تو این تورا گیر میکنن. بعد به قول تلاش که میکنه یه جا گیر میکنه، خلاصه همه جا یعنی گیر میکنه. آره ببین این همینطوری باز میشه یا نه باید با بخار باز میشه؟ بخار باز میشه. الان زنده است. الان زنده است. کی زنده است؟ اون صدفا زنده است؟ آره. الان جمع بسته است دیگه، نگاه کن دهنش بسته است. ولی وقتی بخار میخوره تو دیگ میره باز میشه، میمیره باز میشه. تمام چیزش هم توی همین بازوشه اینجا. سینگو زنده بودو. غذاش نه چیزش گوشتش تو اینه. تو این بازوشه، یعنی اینه یکم تو این پاهاشه، یعنی فقط تو همین یکم تو کمرش یه مقدار، یعنی کل این بیشترش دور میشه. ولی چینی‌ها همشو میخورن، یعنی میدونن فقط چیزی که پایین نمیره رو میدن بیرون. اینم تخمه خرچنگ 3000 تا بچه میشه. 4000 تخم خرچنگ بارداره. حالا فیلمش به خودم نمیفرستیم. چی؟ خب میخوای؟ شماراتو بده بنویسم یه دسته بایستا. توضیح بده واسه چی خوبه واسه چی خوب نیست. داداش خسته است. آقا داداش من واسه این داداش این کاره نیست. آقا ماهی شیر شیر ماهی اینه؟ ماهی شیر بدون استخون واسه کمردرد، بادر، ریزش مو، واسه تناسات، واسه کلا بدن درد این چیزا خوبه. به ماهی مقوا واسه اونم واسه کمردرد و این چیزا، واسه مخصوصا اونایی که مثلا خدای نکرده سرطان چیزا دارن خوبه. خرچنگ بهترین چیز جنوبی. السلام دیگه. السلام تمام. ببین این نون سوراخ بهش میگن. الان این سوراخ ریخته چیز معیابه این سوراخ نی سوراخ نه رنگ سرخه. اینو بهش میگن نون سوراخ. اون ماده‌ای که چیز میکنه حالا تو فردا میری هرمز میبینی که از خاک محلی خود هرمز به اضافه ماهی متوتو بهش میگن به این ادویه اینا قاطیش میکنن که بهش میگن مهیابه. یک مدل هم که سوراخ. این دوتا رو استفاده میکنن برای روی نون ریختن برای مزه. خوبی شما؟ سالم باشی. میخوای تو ویدیوی من بیفتی؟ یه میخوای تو ویدیوش بیفتی؟ تعریف بکنی که نونش چیه؟ تو مگه که زندگی نمی کنی؟ آها شما از رسان؟ بله به سلامتی. من فکر کردم شما اینجا هستی. هوا خوبه اومدی لب دریا نشستی با خانواده.
پس این نون رو فهمیدی اسمش چیه؟ نون چی میگه؟ اجازه دارم ویدیو بگیرم ازش. تو موشی. تو موش. هم مشته ولی موش میگم موشی. دست شما درد نکنه بفرمایید. بفرمایید خانم دستتون درد نکنه. من آره خوشمزه؟ چای کرک معرکه است. چون متاسفانه ما راهنماهای گردشگری میبینیم مردم میره که میرن اونجا رو میکنن به خودشون میبرن. و اینم تاب خواجت است. این چه جالبه. تو آبه. حالا میخوای برو تو آب پاچه ها رو بزن بالا برو تاب سوار شد. تاب واقعا تابه؟ تابه دیگه اینا. خب چرا نه اینجا آبش اونقدر عمق نداره. میخوای نه نمیرم. کفشت در بیار. برو من اصلا میتونم میگیرم. این آبش الان مثلا تا بقول بالای زانوته. این آب زیاد عمق نداره، میتونی خیلی راحت بری و تاب هم سوار بشی. آخه اون تاب توی آب خودش. خب باشه دیگه، به دو تا تکون بخوری از آب در میاد. این هم یه خاصه دیگه. ببین این فیلم و کلیپ خاص میشه. سرمایه 4 درجه بیا اینجا برو تو آب تاب بخور. هیچ کسی این کار نکرده. آره یه خود بالا بود آدم میرفت. البته الان که نه الان اون تختش کف آبه. یعنی چیز نیست. فقط اون من پرنده های دوربینت بگیره نمیگیره تقریبا میگیره. یه دونه پادکست بود اسمش پارادوکس انتخاب بود. اینجوری بود که میگفت خیلی‌ها فکر میکنن هر چقدر انتخاباتشون بیشتر باشه همونقدر بهتره، در حالی که برعکس، هر چقدر انتخابات بیشتر باشه بیشتر حسرت اون یکی انتخاب رو خواهی خورد. یعنی فرض کن میخوای چیزی بخری، اگه از 2 جا انتخاب مثلا سوال بپرسی راجبش، فقط میدونی خب نهایت یه نفر هست که بهتر یا بدتر از اون قیمت داره به تو میفروشه. ولی وقتی 10 جا رو بپرسی رفته این رو مخت لذتش از بین میره. یعنی هی میگی نکنه نفر 9 مثلا بهتر میداده، نکنه نفر 8 شرایطش بهتر بوده. بعد یه راه حلی واسش میگه که باید سعی کنی از انتخاباتتو محدود کنی تا لذت زندگی رو ببری. یا مثلا اگه مثال قشنگی میزد الان دیدم دقیقا تو همون شرایطم، میگفت که وقتی مثلا توی هتل میری و سلف سرویسه، به جای اینکه از همش برداری بخوری و لذت هیچ کدوم رو اونجوری که باید نچشی، فقط یک رو بردار رو انتخاب کن و بذار لذت اونو کامل بچشی. در نهایت اگر مثلا شدم کنار این غذا من مربا دلم خواست، یه روز برم کامل مربا رو بخورم، یک روز برم کامل چه بدونم نیمرو رو بخورم. ولی این تفکر که از همه‌شون بردارم بخورم باعث میشه صرفاً البته من خودم خیلی هم جا ندارم اینو بگم، میدم کوچیکه ولی قشنگ بود. یعنی خیلی وقتا فکر میکردم منم آره انتخاباتم زیادتر باشه بهتره، ولی در عمل انتخابات بیشتر صرفاً شما رو استراب میده به شما. ولاگ تا الان تمام شد، یعنی اینجا صبح روز بعدشه، بندرعباس دیروز تمام شد و امروز قراره بریم به سمت هرمز. اگه ولاگو تا اینجا دیدین و خوشتون اومد ممنون میشم سابسکرایب کنیم و یه کامنتی قلبی چیزی برام بفرستین تا منم انرژی بگیرم. حمایت های شما باعث میشه که ویدیو توی یوتیوب بیشتر دیده بشه. فعلا خدا نگهدار.